موضوع جذاب دیگری از من یعنی تاکسیک فست و اینجا هم تاکسیک لند و امروز اومدیم با گیم پلی گیم اوشن هوم ولی پارت دوم. بزن بریم بچه ها. پارت قبلی ما دقیقا از همینجا بودیم که اومدیم دقیقا همینجا وارد با این کشتیه قایقه. حالا دیگه ما میگیم کشتی دیگه. جدی میفرمایی؟ اونور جزیره و کمی کاوش کردیم ولی چیزی هم نفهمیدیم. فهمیدیم که این خونه هم اینجاست. همینجا داشتم پارت رو تموم میکردم و تمومش هم کردم که این خونه رو دیدم. گفتم چه جالب، خب بریم اینو بگردیم ولی دیگه موت به پارت و الان هم با این پارت اومدیم که بررسی کنیم و راه رفتن که این بازی واقعا مزخرفه و واقعا ولی خوب رسیدیم. از این یاد کنه پارت قبل از اینا یا خدا الان بزنم دوباره آبی سیاه میاد میگه پلیر سیاه شده افتی یا مثل که پلیر سیاه دو ده بزنیم خب این عرکی بزنیم این چیست؟ این چیه خب؟ دستگاه چه ده؟ دستگاه چی میگن؟ آوربان؟ برای دیگه از من دیگه آوربان بیشتر فرقی میکنه شبیه یه جوری گاراژه خب؟ این چی میده از پشت درش دره اصلی و اینجا هم این ماشین رو میاره میذاره این داخل. من زدی ماشین خوب داره میشه سوارش اسم اولی خوب 63% میذاره خوره و این درده میشه رو نمیگه. این خیلی ماشین این خیلی کارمون رو باید ترکیم. این چی بود؟ آقمورتزا رو زیر کرد فور خیلی ناره موز آقمورتزا موز مشکلی نداره. اون مرتضی گوشتشو برده یا من بر نمیدارم بذار همینجا بمونه دیگه. به من سوخت واسه اینا مرتضی سوارش بریم با ببینید اون کل اطراف اون جزیره استش. من همین ماشین رو میبرم میذارم توی هم گاراژه. نمیخوام فعلا کاری باهاش بکنم. دریفت رو نگاه نمیشه دریفت کشید بعد من میذارم داخل. بعدا حالا شاید باز اومدیم و اینجا رو کیا یادشون اینجا رو میبینید. حالا من زوم میکنم اینجا یادتونه. آره یا اینجا نیست یعنی اونجاست فکر میکنم اینجاست یاره یه بقیه نگاه کنیم شاید یه جای جدیده. نه اینجا همونجاست. آره اینجا هم کسایی که یادشونه توی کامنت های قلب قنات بذارن اصلا میام لایکشون میکنم حتما میام. نمیتونم بگیم که بازی بعدی چی باشه اصلا مهم چند یا باید میام میخونم و حتما پارت بعدی همونو میگیرم. هر چی که بگین همونو میگیرم. شده توی یه روز دو تا ویدیو میگیرم ولی هر چی گفتم میذارم. هر کدوم که خواستین رو داخل کامنت ها بگیم میام میخونم. ای وای چقدر داره میگه کامنت همینه که فال دمیج هم داریم توی این بازی. خوراکی رو کنیم 40 خب یعنی یکی از اون سیاه بیاد مردیم راحت تمومه رسته پیس بادا. جاوه نمیخوام برادر حالا برش کنیم بچه راستش این پارت میخواستم برم اون ور جزیره و کل اون ور جزیره رو پیدا کنم تا ببینم همچین خونه هایی دوباره هست توی اونجا یا که نیست. نمیم نظر I know what's on your mind. We do this all the time. We fight and then we're fine. You know I'm yours, you're mine. Oh mine, I'm yours, you're mine. Oh mine, oh mine, I'm yours, you're mine. Oh
میکنم که اونورم یه جزیره دیگه است، یعنی اینجا که یه جزیره بزرگه یه جزیره کوچیکم این طرفه. ما برگشتم و اینو دیدم، برگشتم اومدم از اون طرفی که داشتم میومدم اینو دیدم. اینو من نیده بودم بار قبل، اینو همون ها رو میده بود درسته نمیدونم یه منظورش نمیدونم چی نمیدونم. من الان قایقم میکنم، قایقم نمیدونم اینکه قایقمون نیست، قایقمون که جالب اون بره بایستی قایقمون بردارم این طرف من یه چه پیدا کردم، یه جزیره دیگه پیدا کردم. اگه قایقم رو برمیدارم میرم سمت اون جزیره، خودم نوتش نکردم، ندیدم که داخل جزیره چیه، فقط یا حیوانات جدید هست یا های جدید برام سوار شد سوار شد این باید کامل رو بزنیم اینجا ببینیم از اینجا باید بیاد ببینیم ببینیم اینجا درست نکنید راستش سازه های انسانی دیده میشه داخله. اوه درست کنم فرمولوان دارم مثلا معلومه فرمولوان میگیره از این بچه همین فوتو دارم یه آقناده یا خدا اینا چیه؟ من هیچ کدوم برنمیرم احتیاجی ندارم ولی خب بعدا حتما میام تخت خواب میشه خوابید واقعا نمیشه بویم این یکی چیست همین چیست فرستو اینا هیچی بریم کنیم برو دیگه خب این منم که دارن نفت کشی میکنن اینجا نگاه کنیم بین نفت میده وایسی الان چیز داریم نفت بنزین من میگم بنزین ولی خب این نفته نفت رو بذاریم به جای چی بذاریم به جای همه شما میخوایم به جای طلا نه به جای آب بذاریم به جای چی بذاریم مهم نیست بذاریم حتی یه دونه کامنت بذارین که ادامه بده ادامه میدم اگه نذارید ادامه نمیدم و میرم یه بازی دیگه حالا وابسته است به شما میخوای کامنت بذار پارت بعدی رو ببین نمیخوای نذار یه ویدیو دیگه میذارم بعدش سرت ننم زاری کن بده گفتم ننم زاری کن بده لایک کن دیگه